سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک Athletics Integrity Unit گرزانداز تاجیک قهرمان المپی دلشاد نظرов را به استفاده دوپینگ متهم کرده است. نام دلشاد نظرов در رویخط ورزشکارانی که با گمان استفاده دوپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند و این سازمان روز 24 سپتامبر نشر کرده است وارد شده است. خود دلشاد نظرов هنوز به این اطلاع واکنش نکرده است. طبق اطلاع رسانه‌ها او حالا برای اشتراک در قهرمانی جهان در قطر قرار دارد. این سازمان ادعا کرده است که تفتیش دوباره دوپینگ در مسابقه قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرов مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است. قبلا پس از شرکت در المپیاد سال 2016 دلشاد نظرов از تشخیص دوپینگ گذشته و هیچ دوپینگ در خون او کشف نشده بود.